بعضی از مواقع نیازی نیست که حتما امکانات خیلی کافی و بالا باشه. گاهی میشه یه طبیعت، یه آتیش ساده، یه فلاکس چای، احساس عمیق خوشحالی از درون، صلح، بتونه تو رو به یه حالی، به یه جایی برسونه که انگار تو کاخ سعدآبادی، انگار همه چیز عالیه، انگار همه امکانات برای توه و تو اون احساس رو تجربه کنی. اگه تو دریچه دیده تو عوض کنی، دنیات عوض میشه. چرا اینطور فکر نکنم که توی این طبیعتی که من نشستم باغ منه، برای منه؟ چه کسی در اینجا رو به روی من بسته؟ هیچکی. پس حتما نباید کلید یه جایی رو داشته باشی، وارد بهش بشی، بگی اینجا باغ منه، تا من آدم خوشحالیم، تا آدم خوشبختیم اینجا هم باغ منه. خیلی وسیع و درندشته. وقتی وارد یه پارکی میشم با خودم میگم که خب این طبیعت هم برای منه، من هر وقت بخوام میتونم بیام، هر وقت بخوام میتونم برگردم. ولی افراد کمالگرا چی میگن؟ باید برای من باشه، کسی توش نیاد، احساس امنیت بکنم، اونجا خوشحال باشم. به خاطر اینکه حتما باید استخر داشته باشه. ولی یه آدمی که بدون دنیا بر مبنای نسبیه میتونه استخرش رو بره، مثل من باغش رو بیاد، آتیشش رو روشن بکنه، کیفش رو بکنه. ولی یه آدم کمالگرا هرگز نمیتونه تا اون معیارها و اون چیزایی که میخواد کنار هم دیگه واقع نشه، اون رضایت و خوشحالی رو هیچ موقع تجربه نمیکنه. میخوام بگم که من خودم آدم کمالگرایی بودم و هستم. کمالگرایی از بین نمیره، ولی میتونی به شغلت، مثلا به آشپزیت، به خیاطیت، به معلمیت، به جایی که حرفت شغلت توی اونجا خرج بکنی. اما تو رو خدا این کمالگرایی رو اصلا و ابدا توی ارتباطتون خرج نکنی. تنها میمونی و بیکس. تمام.